دهنم بند باشه خوب. خیر از ای که این کار گله فقط مگر ما برو گله که از سرها پیدا کنو برای او بگم که گله همی کوچهار که بدیدی پاک بخندم. این قراره کرده نی کنم و نمو کابلار بالا کنم. باشه که ما برو دهنم بند تمام کوچه پر کابله. ایت صاحب 10,000 15,000 روپیه خودخونه کنیم ما بگیریم. باشه که ما برو برای عدی بگم. خودت گفتی با ما اینا میایم بیرات عزیز گندم درف شد محکم کی سری بیا با پالویا چی پره بیا با پالویا خوابت میبره سر زانویا. تو کمر که و مقصد میرسانی وای تو را قسم میدم با شیری مادر وای. بیا لگه نه با استاد کش میکنم. تو را قسم میدم با شیری مادر وای بجای من کسی را تو نشانی. بیلا بسته کاکا تو کار دارم. چی کار داری؟ دهنم من کار عاجل مهمی. بله کجا میرفتی؟ ما برو به سهران خرم میکنم نگاه که همی شفتل هم اگه باشه بدرو. خوبه می به یک روز 5,000 روپیه بگیر تو بیایی. 5,000؟ 5,000 بیشتر از شاید بگیر تو بیایی. اپولا ما مردم اپولا ما مردم مثلا اشته بدیدی که کوچر بکندن. تماله؟ لو دیر بیامده پاک بکنده. بلدزیلیه بدیدی چیخ زر کابله. کجا کابله؟ کابلایی که به سر لو دیر کنده شده. برقا؟ کابلا با دیشا برقا ما تاسب نبود چیشبک نزد. بدیدی دیگه اینا این عموق زریانی کش نه کلگه خاله نه من افتار بگیره بخشش باشد منجی گپ تو خر خورکش کرد. خوب نزدیکی 200 متر لینه. بدیدی همین کابلا با برقا خب میگم تا کوچه دیگه همه کنده شده بیاد گوشه همه جمع کردیه. خونال با ما میدم خودی اونه برو سیکو ای بری یا چیش مینا چپ کردی اونا رو بالا کو بیا خودی ها قرار کرده میبری میفریشی. فیس اونا 100 نفر منجگاه به کارگر داره و لودل و مچممو مرتککای انجینرهای منجگاهی کار میکنم. اونا کاکا از عمالی نگفتم یا خود خوب بر بنداور دار عمالی خوشته بردار وقت داشت کمی چریک شه و همه کارگلا لک کنم برم اونا به تا کوچه قدشتیه. شو میشه کجی گردانم منطقه یک چیزی هم کردی به کاداره کجی رگی هستی؟ هستم من که بیامدم بگفتم هستم دیگه قراری کردم اونا رو برو بردار. چی میگی؟ تو باشه ما برو مال سبه که تو خر میبرم میخمونم برو ما مال سی بکنم که اشتن چی رقمه. تو برو یک سیلی بکن. کجا سی کنم؟ همون جوگا پس جو کابلا بگی سر زمین من که بلدی من پیل شفتلای ببرخ بشکم. خوبه تو برو یک چکی چردی برار بکن یک خبری بگی. تو بر روز نمیشه که گیر بشی. بشه من میگم بشه ولی هستم بردم خیلی خوب بخره میبرم بیا برو نه جا پیش تو کجی نمیشه دیجا کجی ای برارم سور یا نجه نمیشه دیجا برا دیجا
اینا را از اینجا بیارم بگذارم پیرم و مادرم میبینم اینا میگه اینا با کجا بوده کجا ببرم اینا را با خدا اینا رو با خونه بیایم خیلی بینه که چیز اینا نمیگم اینجا با خدا که دیگه ببرم با باله بوم که اینا امشب میمونه خفتن نون رو بخوره میایم بیایم تا دهلیز ببینم پستم پیرم میکنه بذار که اینا رو ببرم با باله بوم ببرم من زودتر برم سراغ خالی خود برم که شک نکنم مثلا برابر که گپ 15,000 پولی بیدی کم دی یک در بخشم بزی بشونی که دست از جور میگیرن حال از این فرصت دیگه هم تو هم شون به تایی بخشش اشته باشه کمی شاخار نشکن و نه آنی دیگارو چی ما یک چی ما یابا مامان نوروز شکو علفان کو بالا آمدن آقا خدا بله علفان اشته بره اشتم خیر شکر زنده باشی خیریت دوست خیره و شک واقعا تیار کنه مامان واقعا نوروز تیار کنه که خدا شروع برابر دیگم یک در بخشم بشونی که دست از جور میگم میگم از این امروز میگن که تو همشون بیام بشینم خدا مهربانه که میوه از اینا جمع کنه شاخور میشکنه حالا غم میوه که میبرن گپ بینی شاخور میشکنه نه این تا کار است مامان نوروز یک گپ به شما میگم به شرط دیگ نشین ولی دیگ شدی بدون گپ من امروز از خونه بیرون شدم دیدم به تا کوچه می تا غال مغاله چه قول مقال که دیدم برات کابل میپالم برات کابل میپالم همین همسایه کوچی مال که بدیدن که بکن بدیدم برات کابل میپالم با من مادر ما گفتن که من دیشب پنجره خونه نگاه کردم و می گیلک ای کابل را تا کوچه جمع میکرد بفهمیدین مال پیش شما بیامدم گفتم علمیت احترامانه همون گیلک بگین که همون کابلا را اگه وردش 100% وردش چون مادر ما گفت کابلا تا کوچه جمع میکرد همون احترامانه یا شو یا یک وقت دیگه کابلو شما نریزه کسی هم نبینه که شما این کابلا دزدی کردید یعنی مادر تو چشم سر بدید بله اما این تومات هم به همسایه آدم تو توماتی زیاد های مامان های نداره های نداره کاکا مادر دروغ میگه بتای مال شما میگه پریشه چرا میندازونی مادر دروغ میگه بیشتر به تایم معلومه که هر چیز گمش از غیر اما هر چیز گمش از بچه گیلاک برده حالا که معلومه کم کنه اخی برو برات کار خورو مسخره کردن خور من بیانم که تو مبرو شما نریزه هم کابل که برق شیشه برده میشه هم دست این آدم در جا برق خوش میکنه آدم نوروز بعضی کابلا بازی خاکه بعضی سرا بدل کرده کابلا ما غته وقت بکو برای کار خوب وقتی ما نوروز من مادر خمو که دیگه تو تومات ما مست نکنه من به ترانه وقتی گپ کم کوی ترامانه وقتی چیز نیه بیا ماده خدای من گفتم چی گپ خبر بابا دل خوشی آخرا میاد به تومات بسته میکنه آبرو چی شو تا برو برای کار وقتی نمیدین وقتی کابل نمیارم برو دیگه به تعبیر شده یک سنگ تو باف کن که خودتو کیف کنی من پیش نفر اصلی میرم برو هر کس میری برو میرم ما که پیش شو بیان تو باشه هر گپی من داده میخوام به چی رو گیلک مسخره کردی خور من به چشما خوب بد دیدم و به چی خوب بد ندیدم هم دوزی با ما چیز هسته که ما اسم دوزی رو ولی ما میبریم
روز اشترین بیاریم بخیرین سلامتین میگم مامان امروز زمین کار خوبیت داره گیلک به چشم آمده شب بیامده کابلا رو آمده تا کوچه جمع کرده ببرده بچه مه؟ بله یا شما به چشم سر بدیدی؟ ما با چشم سر ندیدم ولی بدیدم همسایا بگفتم مامان امروز تا به وکیل صاحب محل نگفتم احترامانه کابلا رو میریم میاریم بچه من نه آورده لالا بچه شما برین خونه سه کنیم حتما هست کابلا ما موجود برین خورد دور ننداز یارم اصل بچه رنگه که تو به زر خاک شهستون از همه جو تو رفتی کابلا تا کوچه ها جمع کردی ولی شیویه بدی یه همسایه دروغ نمیفته به یه خنده نگرفته که کابلا گیلک وارد شیویه آورده به سرا آورده که پیره 100 متر کابلا اگه میرم برق میشنه اینو تو برق میگیری تو خوش میکرد تو دیگه جیم کدام میشه که بیا آورده اینو با دروغ کنسایه داد نمیکشه جواب از این مردم من چی بودم ابره سیاد پاک شراب دادی همون دا فکر نمیکنه 200 متر کابل تا کوچه جمع که دوردشی بیار بودی بیلا اشتم پیش وکیل من اشتم سرخ بالا کنم من دیگه روی دارم تحریم مردم سعی کنم بیلا اشتم اینا اشتم کدی رو خوب برم به دست این آدم خانم مامان دوستان همه که میگم که ببرده یا نه راه تازه به زیر خاک شما برده برو بون قایم کرده اینا مامان امروز این دفعه هم به موی سفید شما هیچی نگفتم بفهمیدیم من بعد اگه کارا که در رقم از این کابلا بیارم من میگم معذرت میخوام دیگه بچه خور بفهمونیم معذرت فایده نداره مال اینا 20000 30,000 که کار باشه بیا با من خودی گپ بزنم خوبه هیگه کجا بی؟ بله مامان امروز میگو تو شرم نکردی سرم چه سر اما سوا میشه چرا چکار شده که تو بری یاد دادی که برو همی کابلا رو جمع کنه تا کوچه که من بیام مفسده کردیم تو پیش های بابا های نداره یه کجا بی قطع سکو او رو حمال بزدم دیشب بری یاد دادی که بیا تو کابلا رو جمع کنه 10,000 میشه های مامان امروز من های نداره میدم برای او تو رو ببرم دست وکیل کیه او خودی عقل نداره خودی همون میگو حالا تو رو بیتی کشکده ببرم پیش وکیل من به پیش وکیل من چرا من ببریم به دور میبرم که تو یاد دادی به چی می ما به بچه شما بگون خود بچه هم نامی نزد حرفا میکنه که برای تو بیاقلیه نافهمیه قبلار بچون به حرفا میکنه گپ کم که یک گوشه بی برو برات کار خورو شما از اون پیش خور میخدی میاد برو دیگه که اون تا گوش میزنم با میجی مسخره شیطون